عرض سلام و وقت بخیر و خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم حالتون مثل همیشه خوب و عالی و پسندیده و پرفکت باشه. خب امروز رسیدیم به یکی دیگه از آزمونای نهاییمون و خب یه کوچولوی آزمون نسبت به آزمونایی که حل کردیم قدیمی تر دیگه، مثلا 1401 خرداد ماه 1401. به هر حال ولی خوبه با توجه به چیزی که امتحانا داره برگزار میشه. منم تلاش کردم این ضبطامو یه جوری همزمان با امتحان نهایی بذارم. حالا تا اینجای کار که بچه‌ها حالا علوم و فنون دادن، عربی دادن، شیمی دادن، به نظر میاد منطق در واقع سوال قبل هنوز هم جواب میده برخلاف چیزی که گفتم. پس بیایم ما با هم تحلیل بکنیم، شاید به درد خورد. حداقلش اینه که ریتم آزمون دستمون میاد. حالا شاید شبیه نباشه، شاید هم باشه، ولی حداقل ریتمش که دستمون میاد دیگه. بریم ببینیم چه خبر. مثل همیشه اولین سوال بعد چی باشه بچه‌ها؟ درست نادرستی باشه، همون صحیح غلط باشه. هر کدوم احتمالاً 25 صدم دیگه. ببینیم چه خبر. میگه درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر رو لطفاً دلیل نیاره، فقط بگید و مشخص کن. از نتایج آزمایش گریفیت این بود که ماهیت ماده وراثتی و چگونگی انتقال آن به یافته دیگر مشخص شد. خب کاملا غلطه این. چرا؟ دقیقاً به گفته کتاب گریفیت نه تنها ماهیت رو نفهمید، شکل و چگونگی انتقالش هم نفهمید. اینو دقیقاً توی آزمون نهایی دیگه هم داشتیم. یعنی چیزی بوده که فکر میکنم بارها تکرار کردن. خب دوباره تکرار شده دیگه. در تشکیل پیوند فسفودی استر، خب فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل از قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود. عبارت درسته دیگه، مشکلی نداره. فسفات یک نوکلئوتید به گروه هیدروکسیل از قند مربوط به نوکلئوتید دیگه وصل میشه که مشکلی نیست. البته اینجا یه بحثی هست. خب الان خودش که احتمالاً باید درست گرفته باشه، باگی نیست، اما از لحاظ کنکوری انگار این پیوندی که الان ایشون داره میگه، یعنی فسفات رو وصل میکنیم به هیدروکسید، این یه جوری پیوند فسفو استر محسوب میشه، در حالی که شما باید قند نوکلئوتید رو به قند نوکلئوتید دیگه وصل کنید تا پیوندتون بشه فسفودی استر، در حالی که این فقط گفته فسفات. ولی خب اینو بیایم با هم یه بررسی بکنیم. این جمله خود کتاب بچه ها بوده، حالا الان یه کوچولو اصلاح شده. من با دید 1401 بعد بزنم دیگه. این خب جمله کتابشون بوده و این طراح نامردم از همین جمله استفاده که میخواد ببینه شما کتاب مد نظرت هست یا نه. برای قسمت ب خب الان یه جور دیگه ما باید بهش نگاه بکنیم. این داره نشون میده که امتحان نهایی برخلاف چیزی که خودشون میگن خیلی کتاب محوره. یعنی شما باید رفرنست فقط همون دل کتاب درسی باشه، اون جمله‌ای که تو کتاب گفته شده برامون مهمه. الان اینجا برای ما درسته، تابع اون هزار. برای شما هم میشه اینو درست گرفت، ولی خب کتابتون یه جمله دیگه هم داره که میگه بعد قند نوکلئوتید رو به قند نوکلئوتید دیگه بس کنیم. خب بریم جیم. رنای ناقل یا همون tRNA تا خوردگی مجددی پیدا میکنه که ساختار سه بعدی به وجود بیاره. کاملا درسته دیگه، هیچ مشکلی نداره. یعنی دو مرتبه این فشرده میشه. بار اول به صورت برگ شبدری فشرده میشه، میگن ساختار غیر فعال یا دو بعدی. بار دوم به صورت پیچ و تاپ های تازه و شکل سه بعدی شبیه حرف ال درست میکنه. واضحه دیگه. خب دال صفت چند جایگاهی رخنمودهای پیوسته ای دارن. کاملا درسته، دقیقا صفت های چند جایگاهی رخنمودشون پیوسته است. خیلی عبارت های آسونی داره میده. در مولکول پیش انسولین زنجیره B نسبت به زنجیره A به سر کربوکسیل نزدیکتر است. این کاملا غلطه. BCA دیگه. شما برای اینکه بخواید یاد بگیرین برای خودتون مثل BCA BBC نه ها BCA. BCA یعنی B اول، C وسط، A آخره. با توجه به اینکه B اوله پس B به سر آمین نزدیکتره، با توجه که A آخره A به سر کربوکسیل نزدیکتره و ضمن اینکه خب C هم پیوند میزنه بین این دوتا. الان مثلا BCA دیگه B سر آمینش آزاده، کربوکسیلش درگیر با C، C از سر آمین وصل شده به A، کربوکسیلش درگیر با در واقع A. چی شد؟ پس C از سر کربوکسیل وصل شده به B، از سر آمینش درگیر. بذارید بار اصلا چیز کنیم، یه جا برای خودتون یادداشت کنید که قاطی نکنید. من احساس می‌کنم چون خیلی هم کنکوریه رو هوا چیز نکنید. بچه‌ها یه خط صاف بکشید اینجوری، سه قسمتش بکنید. یعنی یه خط صاف بکشید، سه بخشش بکنید. قسمت اولش رو بنویسید B، وسطش رو بنویسید C، آخرش هم بنویسید A. خب
اول که بیه رو بذار آمین، آخر که ایه بذار کربوکسیل. حالا بیا مشخص کن، اینجا آمین بود، اینجا میشه کربوکسیل، اینجا میشه آمین، اینجا میشه کربوکسیل، اینجا میشه آمین، اینجا میشه کربوکسیل. یعنی هر کدوم از اون تیکه های خطی که درست کردی، چپشو بذار آمین، راستش بذار کربوکسیل، خود دیگه میفهمی کی به چی وصل شده. اینجوری خیلی هم راحت میتونیم تست کنکوره رو به راحتی جواب بدیم، مشکلی پیش نمیاد. خب من فکر کنم 1.25 رو با ارفاق اینکه ب رو حالا نادید بگیریم گرفتم، یعنی نمره کامل رو میتونم از این قسمت بگیرم. اما بچه اگر تو صحیح غلطا یه همچین چیزی گیر کردید، میتونی به بقیه گزارا هم یه چک بکنی. یه نفر اینو نشسته ترک کرده دیگه، اگه واقعا گزاره دیگهش آسونه، یعنی احتمالاً بگیره اونجوری نداده. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ یعنی شما خیلی راحت میتونی با این تفکر بری جلو. 2. خب هر یک از عبارت‌های زیر رو با کلمات مناسب کامل بکنید. آفرین، کاری نداره، آسونه. آمیزش موفقیت آمیز آمیزشی است که به تولید زاده‌های زیستا و زایاست دیگه. این جمله کتاب بوده و اون موقعی که داشته از ارنست مایر رو توضیح میداده تو گفتار 3 فصل 4 اینو بر ما توضیح داد. در مولکول آدنوزین تریفسفات یا ATP باز عالی آدنین قند 5 کربن ریبوز رو با هم چی میگن؟ با هم میگن آدنوزین دیگه، یعنی با هم دیگه اینا میشن چی؟ آدنوزین که مشخصه. آنزیم های برش دهنده در باکتری وجود دارن، قسمتی از چی محسوب میشن؟ قسمتی از سامان دفاعیشون محسوب میشن دیگه، یعنی دفاعی، مشخص. خب بعد یکی از رفتارهای زادآوری تولید مثل انتخاب جفته که در آن مثلا رفتار طاووس ماده رنگ درخشان و مثلا فلان داره، چشم‌های لکه‌های چشم مانند در طاووس نر تو دمش مثلا بررسی میشه. خیلی خوب بودیم، آسون بود دیگه. یعنی با توجه به بارومی که داره احتمالاً 25 بعد بذاره. این فکر کنم امتحان نهایی خیلی ساده‌ای بوده. یادم اون موقع هم که بچه‌ها این امتحان نهایی میدادن نمره خیلی خوبی گرفت. برای کامل کردن هر یک از عبارت‌های زیر یکیشو انتخاب بکنید. در پروکاریوته چقدر این بچه تکرار شده. یعنی این عبارت خیلی معروفه که تو پروکاریوته انگار یه نوع رنابسپاراز وجود داره، اون یوکاریوت بود که انواع بود، پس من اینو یه نوع انتخاب میکنم. وظیفه ساخت انواع رنا رو بر عهده داره. این از این. کدون جا خالی هیچ آمینو اسید رمز نمیکنه، پایان بعد انتخاب کنم. یو جی آ رو انتخاب میکنم، آیو جی که اصلا کدون آغاز بوده، به دردمون نمیخوره. در تنظیم منفی رونویسی در باکتری اشریشیا کولای مانع پیشروی و پروتئین خب مهار کننده است دیگه. یعنی خودت وقتی داری از کلمه مانع استفاده میکنی به نظر خودت بعد چی بذاری؟ خب تو اون میشه مهار کننده دیگه. با کمک رخنمود میتونیم کدوم ژنتیک رو تشخیص بدیم. اونی باید بگید که حالت نداره زیاد. مثلا گروه خونی آی منفی تو میتونی هم آ بذاری هم آ. حالا منفیش اوکی، فقط دی کوچیک، ولی گروه خونی او منفی به راحتی میتونم بذارم او دی کوچیک. پس اینو خیلی راحت میشه مشخص کرد. این دوگانه است، نمیشه مشخصش کرد، پس اینو میذارم. مولکول انسولین فعال چند تا زنجیره داره؟ 2 تا زنجیره داره دیگه که A و B به یکدیگر متصلن. غیر فعالش یه زنجیره‌ایه. همین الان بالا داشتیم با هم بحث می‌کردیم. یه زنجیره بود که 3 قسمتش کردیم. وقتی سیشو حذف بکنیم انسولین تو بشه فعال، حالا 2 زنجیره است. اینا رو هم تا می‌خورن و 2 تا پیوند اشتراکی هم با هم میزنن. خب سوال 4. قبل از اینکه حلش بکنیم خیلی مهمه که بارومش رو نگاه بکنیم. یعنی بچه همیشه قبل از حل اینو برای خودتون چیز کنید دیگه، الگو بذارید، یه در واقع الگوریتم برای خودت درست بکن. استراتژی ما برای حل هر سوالی اینه که باروم اون سوال رو نگاه کنیم. اما که 1.5 باید حدس بزنیم چند تا 25 بعد خودت خوردش کنیم. من احساس میکنم 3 تا نیم نمره است. یعنی به نظر میاد برای هر تیکه بعد 2 تا چیز 25 بگم و الان نمره نمیگیرم. بریم ببینیم چه خبره. مزلسون و استال برای نشانه گذاری دادن از چه نوکلئوتیدی استفاده کردن؟ از نوکلئوتید N15. فکر کنم 2 قسمتش همون N15، یعنی تو N رو تشخیص بدی، در واقع نیترو نوکلئوتیدی که N داره N15 هم داره. بعد احتمالاً هم نوکلئوتیدش رو باید اشاره بکنم که نوکلئوتید دی ان ای داره دیگه. خب ما نوکلئوتید آر ان ای دارم داریم دیگه. نشانه گذاری دنا نوکلئوتید دی ان ای داره N15 با قند دئوکسیریبوز. فکر کنم دیگه نمره رو بده. 2 تا 25 از این تو در اومد. بریم بعدی. در هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید به انتهای رشته پلی نوکلئوتید در حال تشکیل چه تغییری در تعداد گروه‌های فسفات ایجاد می‌شود؟
خب هنگام اضافه شدن نوکلئوتید به انتها ازش فسفات آزاد می شود. این 25 صدم به نظرم چه تغییری گفته دیگه، و اون 3 فسفاته میشه تک فسفاته. اینم قسمت دوم نیم نمره رو بهت میده دیگه. یعنی میگین در هنگام تشکیل نوکلئوتید فسفات از دست میده 25 صدم. میگم خب خیلی آزمون آسونی بوده دیگه. و این که 3 فسفات بوده تک فسفاته میشه. بعد بگیم 2 تا فسفات از دست میده، یعنی اینو اشاره کنم بهم میده. به چه علت در یوکاریوتی آغاز همانندسازی در چندین نقطه رخ میده؟ خیلی عبارت رو دوست داره. میبینین تو هر آزمونم این بابا هی داره تکرار میشه که چرا هی بعد چند تا نقطه باشه. میگیم چون در یوکاریوتی ها تعداد دی ان ای زیاده، دی ان ای در نقاط مختلفی مثل هسته و سیتوپلاسم قرار گرفته شده و پیچیدگی بیشتری داره، پس همانندسازی مدت زمان طولانی تری رو در واقع باید سپری بکنه. در نتیجه براش باید چند تا نقطه آغاز همانندسازی بذاریم برای تنظیمش. خب به نظرم بعد 2 تا 25 صدم از اینجا گرفته باشم. یکی اینکه جاهای مختلف و پیچیدگی بیشتر داره، یکی هم که زمان بیشتری طول میکشه. بنویسم 2 تا 25 صدم رو میگیرم. ان که خدا بخواد با توجه به چیزی که گفتیم و کلیدی که داشتیم فکر میکنم 1.5 نمره رو بتونیم بگیریم راحت. خب بریم سوال 5. خب بدبخت شدیم، 2 تا تیکه است ولی نیم 75 صدمه. من احساس میکنم که باید یکیش 2 تیکه باشه. تصویر مقابل طرز عمل آنزیم در کدام نوع از واکنش‌های سوخت‌سازی نشان می‌دهد؟ وایسا ببینم. یک چیز اومده 2 چیز خارج شده، نصف شده، پس میگیم تجزیه. احتمالاً بعد باشه چی؟ تجزیه. چرا؟ چون خب واکنش تجزیه دیگه. بین مسئله تب بالا فعالیت آنزیم چه ارتباطی وجود داره؟ میگیم که باید 2 تا چیز بگم، چون 2 تا 25 صدمه، چون نیم نمره است. میگیم در دمای بالا پروتئین ها شکلشان تغییر میکند و به صورت برگشت ناپذیر هم تغییر میکند. این 25 صدم و در نتیجه به خاطر تغییر شکل عمل آن نیز تغییر میکند. این هم یه 25 صدم دیگه. دقیقاً جمله کتابه که شکل تغییر میکنه ممکنه کار تغییر کنه. من جفتشو گفتم دیگه. شکلش تغییر میکند با توجه به دمای بالا. حتما هم بگید غیر برگشت ناپذیر دیگه. و نهایتا هم بگید فعالیتش به خاطر شکلش تغییر میکنه. این هم یه 25 صدم ناز دیگه ای که میتونیم بگیریم. گرفتیم، خدا رو شکر. بریم بعد. خب نیم نمره 6. من بعد 2 تا چیز بنویسم. رشته رنایی که از روی رشته الگوی دنا ساخته شده با رشته رمزگذار چه تفاوتایی میتونه داشته باشه؟ بعد 2 تا اشاره کنم احتمالاً. یکی این که قطعا نوکلئوتیدش فرق میکند، چون قند اون ریبوز و قند اون دئوکسیریبوز است. این 25 صدم. یکی هم این که اون باز آدنین و این یکی باز تیمین دارد. رمزگذار تیمین رمزگذار تیمین، رنای ما یوراسیل دارد. اینجوری بگیم رمزگذار ما تیمین و رنای ما یوراسیل دارد. یکیش تیه یکیش یوه به جاش دیگه مشخصا. خب چرا گفتم یو بعد میگفتم. خب گرفتم نمره رو دیگه، نیم نمره. بریم بعد. هر یک از موارد زیر به کدام مرحله از فند ترجمه شده؟ 25 صدم، یعنی اینا آسونه، به راحتی شما میتونید بگین. در این مرحله فقط جایگاه پی در رناتن محل قرارگیری رنای ناقل دارای آمینو اسید است. این بچه‌ها خیلی شک داشتن. در این مرحله فقط جایگاه پی در رناتن محل قرارگیری رنای ناقل دارای آمینو اسید است. بچه‌ها آمینو اسیدی که اینجا استفاده کرده کلمه مفرد استفاده کرده، میشه محل آغاز. بله در محل پایان هم فقط پی درگیره، اما A درگیر در عوامل آزاد کننده است و پی شما درگیر با چند تا آمینو اسیده. یه دونه آمینو اسید نیست. این الان مفرد استفاده کرده، یه دونه آمینو اسید میشه مرحله آغاز دیگه. پس قسمت اول میشه چی؟ مرحله آغاز. در این مرحله جایگاه آ توسط پروتئینی به نام عوامل آزاد کننده اشغال میشه پایان. چرا؟ وقتی واژه عوامل آزاد کننده استفاده میشه هیچ شکی باقی نمونه که منظورش اون چیزیه که تو آت محل پایان نشسته، میشه پایان دیگه، مشخصا معلومه. باز این شکل معروفه رو داده. اینو خیلی تکرار کرد بچه. یه بار دیگه هم این شکل رو ما تو نهاییایی که با هم حل کردیم دیده بودیم و دوباره هم داریم میبینیم. ببینیم حالا چه خبره که این هی تکرار شده. ببینیم در شکل مقابل طرحی ساده از رناتنهایی که چند رنای در حال رونویسی ترجمه کنن نشان داده شده. کدام جهت رونویسی به درستی نشون میده؟ ببینید من گفتم وقتی شما داری حرکت میکنی باید از پشتت در واقع خارج بشه دیگه. پس اینجوری همون چپ به راسته. باز اینو قبلا هم حل کرده بودیم. میشه الف.
کدام از این با شماره 1 مشخص شده؟ شماره رناب-اسپاراز دیگه. مشخصا ایشون رناب-اسپاراز هستن. اینو قبلا عین همینو حل کرده بودیم، پس سریع رد بشیم. 9. با توجه به صفت گروه‌های خونی پاسخ بدید. گروه خونی فردی که دی بزرگ دی کوچیکه چی رو نشون میده؟ طبیعتا مثبت دیگه. این چه سوال آشغالیه؟ مثبت 25 صدمی هم هست، همین کلمه کافیه. رابطه بین دگره‌های آبی نسبت به یکدیگر چگونه هستن؟ همتوانن. آ با او قالبه، بی با او قالبه، آبی با هم همتوانن. خیلی تکرار میکنه. حالا من هی نهایی برات حل میکنم، میبینی این دیالوگ که هی تکرار میشه. خب برای بچه‌ام که کنکوری خوندن شوخی بود این قسمت. مردی هموفیل قصد داره با زنی ازدواج کنه که سالمه ولی ناقل هم نیست. خب مرد هموفیل میشه XH کوچیک Y، زنی که ناقل هم نیست سالمه میشه XH بزرگ H بزرگ. خب پسراشون حتما سالمن، دختراشون میشن ناقل دیگه، واضحه. زن میخواد بدونه آیا ممکن است فرزند حاصل از این ازدواج هموفیلی باشد؟ خب به راحتی میتونیم اینجوری بگیم. بچه‌ها فکر کنم وقتی یک نمره است ذکر ژنوتیپ تمام افراد خانواده الزامی. اوکی. مامان بعد بشه چی؟ X بزرگ H بزرگ، این 25 سال. بابا بعد بشه XH کوچیک Y، این هم 25 سال. پسره میشه XH بزرگ Y XH بزرگ Y، این هم 25 صدم. دختره میشه XH بزرگ H کوچیک. صاحب فرزند بیمارم نمیشه، ناقل میتونه داشته باشه، بیمار نمیتونه داشته باشه. تموم شد رفت دیگه. نوشتیم فکر میکنم، نمرشم بگیریم به راحتی. خب 11. در بیماری کمخونی ناشی از گلبول قرمز داسی شکل دانشمندان با مقایسه آمین اسید هموگلوبین سالم و تغییر شکل یافته تفاوت این دو پروتئین رو در کدام آمین اسید یافتن؟ حتما نام آمین اسید رو بنویسید که مشخص باشه. خب مشخصه دیگه، والین به جای گلوتامیک اسید دیگه. به جای گلوتامیک اسید چی نشسته؟ والین نشسته. این نیم نمره، خدا رو هزار مرتبه شکر. سوال یه نمره‌ایه، بعد سوال ما 2 قسمتیه، پس هر قسمتش بعد نیم نمره داشته باشه. قسمت اولش هم والین و گلوتامیک اسید نوشتیم، والین به جای گلوتامیک اسید که نیم نمره رو گرفتیم. گویچه‌های قرمز افرادی که با ژنوتیپ HPS چه هنگام داسی شکل میشوند؟ بعد 2 تیکه بزنم تا جواب بگیرم. میگم فقط هنگامی داسی شکل میشوند که در کمبود اکسیژن یا در ارتفاع قرار بگیرد. تو پرانتز داشتیم شرایط چی؟ شرایط غیر طبیعی محیط. اینجوری فکر کنم نیم نمره رو گرفتم دیگه. کمبود اکسیژن و ارتفاع. 2 تا 25 صدم گرفتیم، نشون دادیم که اینا همون حالتی ان که حد چیزا نشون دادن دیگه، وسطا نشون دادن. خب سوال 12. در چه صورت طول الکترون پلی‌پپتید ممکن است افزایش یابد؟ نیم نمره‌ایه. خب بیایم دو تا چیز بنویسیم که بهمون گیر ندن. خب در چه صورت رمز پایان به رمزی آمینو اسیدی تبدیل شود؟ این یه تیکه که طول رشته چی میشه؟ بلندتر میشه. اینو تو دی ماه سال بعدم حل کردیم با هم 1400. دیگه چی؟ دیگه رمز آغاز زودتر تشکیل شود، به جایی که اونجا تشکیل شه کم عقب‌تر تشکیل شه، باز رشته شما بلندتر میشه. میتونه در توالیه ها هم تاثیر بذاره که مثلا جهشی، مثلا میگم حذف یا اضافه تغییر چارچوب رخ بدهد، به خاطر تغییر چارچوب پایان رو رد کنی. اینم میتونیم بگیم. من 3 تا گفتم دیگه، نیم نمره میخواد بعد بهم بده کامل. این 2 تا مورد حداقل میخواستیم. خب اصطلاحات زیل رو تعریف کنید. صفت وابسته به جنس. خب خیلی ساده است. به صفتی گفته میشه که جایگاه کروموزومیش بر روی کروموزوم X و یا بر روی کروموزوم Y قرار گرفته باشد. از اونجا که سوال شما یه نمره‌ایه، شما باید 2 تا مورد ذکر کنید. صفتی که یا بر روی X یا بر روی Y قرار گرفته باشد میشه صفت وابسته به جنس. این نیم نمره گرفتم. خزانه ژنی رو تعریف کنید. آها این خیلی باحاله. مجموع همه دگره‌های موجود در همه جایگاه موجود در همه افراد جمعیت رو خزانه ژنی میگن. اونجایی که نیم نمره است بعد فکر کنم 2 تاش حداقل بگی. مجموع همه دگرهای موجود در همه جایگاه موجود در همه افراد جمعیت رو خزانه ژنی میگوین که دیگه واقعا نیم نمره‌اش گرفتم. 2 تا تعریفی که بهم داده اصطلاحات خوبش و واقعا آسون بود، میتونستیم خیلی راحت حلش بکنیم. 14. در قندکاف یا گلیکولیز از گلوکوز و آتپ چه قندی ایجاد می شود؟ فروکتوز 2 فسفاته دیگه. شما تو مرحله اول گلوکوز به اضافه 2 تا آتپ میکنی، میشه فروکتوز 2 فسفاته. بازه هم ساخته شدن آتپ در قندکاف با چه روش انجام می شود؟ به قول خود کتابتون پیش ماده است.
به روش پیش ماده دیگه، در سطح پیش ماده، چون در واقع یه ماده اومده شما ADP رو کنارش گذاشتی، فسفات از اون گرفتی، پس میشه در روش چی؟ پیش ماده. در اکسایش پیروات در هنگام تشکیل بنیان استیل کدام مولکول حامل الکترون به وجود میاد؟ NADH به اضافه H مثبت که مشخصاً کامله دیگه. حالا یه سوال، NADH بنویسم نمره بهم میده؟ فکر میکنم بعد بده. یعنی شما چه بنویسید NADH به اضافه H مثبت، چه بنویسید NADH، فکر کنم جفتش بعد نمره رو بهت بده واضحا. ولی خب حواست باشه ننویسی و ناقل الکترون، چون ناقل الکترون میتونه افاده هاش هم باشه، افاده هاش 2 هم یه جور ناقل الکترون حساب میشه. بریم صفحه بعدی. 3 مورد 75 صدم، هر کدوم 25 صدم، تک کلمه، خدا بده برکت. شکل مقابل مربوط به زنجیره انتقال الکترون تو میتوکندری، اینو که میدونستیم. پروتون ها ایون هاش مثبت در چند محل از زنجیره انتقال الکترون پمپ میشن؟ 3 محل دیگه. جمله کتاب بود که 3 تا پمپ داریم، تو 3 تا محل داره پمپ میشه. واقعا امتحان نهایی مسخره ای بود، این خیلی راحت میشد 20 بشین. مجموعه پروتئینی که با شماره 1 مشخص شده چیست؟ مجموعه پروتئین آنزیم عاطفه سازه دیگه. ببینید ما 2 تا مجموعه پروتئین داریم، یکی ایشونه، بذار ببینم میتونم بزنم، یکی ایشونه که ایشون میشه کانالش، یکی ایشونه که میشه آنزیم عاطفه سازش، که امسال تو کنکور هم سوال داده بود، اینا رو با هم مقایسه کردیم. شماره 2 مربوط به کدام یک از فضاهای در واقع چیز مشخصه؟ فضای بین دو قشایی دیگه، چون به راحتی شما میتونی جهت آش مثبتی که از این تو داره رد میشه بیاد و تشخیص بدی، پس اونجا میشه فضای بین دو قشا. فکر میکنم خیلی ساده بود، یعنی به راحتی میشد از این در واقع سوال نمره کافی رو گرفت. 16 یه سوال 2 موردیه، نیم نمره داره، خیلی راحت میشه جواب. در تخمیر الکلی پیروات حاصل از قندکاف چگونه به اتانول با از دست دادن CO2 دیگه، پیروات چگونه به اتانول تبدیل میشه؟ با از دست دادن CO2 به اتانول تبدیل میشه، بعد حالا بعدش بهش الکترون میزنیم که بشه اتانول. گیرنده الکترون های NADH در تخمیر الکلی چه مولکولیه؟ پیروات دیگه. یه بارم بهتون گفتم اگر تخمیر شما یک چیز 3 کربونه درست بکنه اصطلاحش میگن تخمیر لاکتیکی، و اگر تخمیر شما یک چیز 2 کربونه درست بکنه بهش میگن تخمیر الکلی. این که 3 کربونه یا 2 کربونه کدومشه میتونه در واقع بفهمیم الکلیه یا لاکتیکی. 17 در مورد برگ ساختار تخصص یافته به فتوسنتز به پرسش‌ریزی پاسخ دادید. 2 تا نیم نمره بعد بنویسیم، کاری نداره برامون. در برگ گیاه دو لپه نحوه قرار گرفتن یخته پارانشیم نرده‌ای چگونه است؟ میگیم که اولا ببین بعد 2 تا چیز بنویسم، 2 تا 25 هستم. یکی اینکه به صورت فشرده و نزدیک به همه، یکی اینکه زیر روپوست بالاییه. این 2 تا 25 صدامو گرفتم که جاش کجاست؟ جاش اینه که به صورت نرده فشرده تو چند ردیف قرار گرفته شده 25 صدم، زیر روپوست بالایی 25 صدم. شکل رو نگاه کرده باشی به راحتی میتونستی این سوال رو حل بکنی. چرا سبز دیسه یا کلروپلاست میتواند بعضی از پروتئین مورد نیاز خودش رو بسازد؟ بعد 2 تا چیز بگم. میگیم اولا دارای دنا، رنا و پروتئین است و ثانیاً پروتئین سازی و ریبوزوم دارد و در نتیجه میتواند مستقل از سلول پروتئین سازی خودش رو انجام دهد. 2 تا 25 صدم رنا، دنا پروتئین دارد و خودش پروتئین سازی مستقل دارد. خب 18 75 صدم 2 قسمته، پس یکی نیم نمره یکی 25 صدمه. بریم ببینیم محل انجام چرخه کالوین در کدام بخش سبزیست است؟ خب مشخصا بستره است دیگه. این جوابش به راحتی میشه بستره، تو بستره انجام میشه دیگه. این 25 صدم 2 تیکه ای نیست که بخوام جواب بدم. بریم بعدیش. قندهای 3 کربن حاصل از چرخه کالوین علاوه ساخت گلوکوز و ترکیبات دیگر در چه موردی استفاده می شود؟ بازسازی ریبولوز بیس فسفات. چجوری نیم نمره بگیرم؟ آخه چیزی به ذهنم نمیرسه. بازسازی ریبولوز بیس فسفات. مگه گیر داده باشی به بازسازی ریبولوز بیس فسفات؟ یعنی دوباره سازی 25 صدم ریبولوز بیس فسفات 25 صدم. نمیدونم، تو کامنت ها شما بگین، یه چک بکنید پاسخش رو برام بگین، ولی من اینو سر جلسه به ذهنم میرسه چون خودش نوشته ترکیبات دیگه چه کاری استفاده میشه؟ برگرداندن به چرخه و بازسازی ریبولوز بیس فسفات. ان شاءالله که گرفته باشه. من از اینا خیلی مشکل دارم، کلیدای مسخره‌ای که آزمونا میدن خیلی رو مخ منه. یا حالا شما یه چک بکنین بعد بگید درست گفتم 20 میشم یا نه، ولی چیزی به ذهنم نمیرسه. بعد 2 تیکه‌ای بنویسم دیگه. بازسازی ریبولوز بیس فسفات، برگرداندنش به چرخه کالوین. ان شاءالله که گرفته باشه. خب بریم بعدی. ان شاءالله 19 خب 75 صدم 3 قسمت، این خوبه، تک کلمه است. عاشق این سوالم.
هر یک از مواد ضد به تثبیت کربن در کدام گیاه؟ این که خیلی معروفه، 1000 بار این سوالو داده. تثبیت کربن در این گیاه فقط با چرخه کالوین C3 پرانتز گل رز. در این گروه از گیاهان در یاخته میانبرگ CO2 با اسید 3 کربن ترکیب شده و اسید 4 کربن رو میسازد. C4 دیگه، C4 در یاخته میانبرگ CO2 با اسید 3 کربن C4. در این گروه از گیاهان تثبیت کربن در زمانهای مختلف CAM دیگه مشخصا کامل. حالا تو قسمت ب بچه‌ها میگن آقا CAM هم میشد، چون در این گروه از گیاه اونم میانبرگ بود، به قول خود کتابتون شکلش گفته میانبرگ سودان با اسید 3 کربن است، اسید 4 کربن میسازه. قبول دارم، من خب جیمم چشم خورد دیگه، جیم CAM، پس اون یکی مجبورم مثلا C4. اگه بنویسی C4 و CAM شاید بهت نمره نداره، بنویسی C4 اون یکی هم بنویسی CAM. ولی آخه خود کتاب اون اسید 4 کربن CAM رو اشاره نکرده که گفته اسید میسازه دیگه، یه سری ریز کرده به 4 کربنش. این مختص چیه؟ جمله در واقع C4. بریم 20. رسیدیم فصل 7 آخراشیم. درباره مهندسی ژنتیک به پرسش زیر پاسخ دهید. توالی جایگاه تشخیص آنزیم ایکولای داره چند جفت نوکلئوتیده؟ G A A T T C 6 جفت نوکلئوتید. خیلی واضح بود دیگه. خب وایسید، یه نیم نمره است، 2 تا 25 صدم. به نظرم الف که 25 صدمه، 6 تا دیگه. در اتصال قطعه دنا به دیسک بهتر است از چه دیسکی استفاده کنیم؟ این نیم نمره است. از دیسکی استفاده کنیم که یک جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده داشته باشه و دارای ژن مقاومت با آنتیبیوتیک باشه. ان شاءالله که این نیم نمره بود بزنید. چگونه میتونم هنگام وارد کردن دنای نو ترکیب باکتری منافذی رو ایجاد کرد؟ اینم میتونه نیم نمره باشه. 2 تا چیز اشاره کنم. احتمالاً ب مثلا 25 سم، جیم نیم نمره، چون میتونم هم شوک گرمایی بگم هم شوک الکتریکی بگم. حتما هم بنویسیم شوک گرمایی، شوک الکتریکی همراه با مواد شیمیایی. شوک حرارتی و همراه با مواد شیمیایی بزنید، بنویسید شوک الکتریکی، حرارتی یا گرمایی همراه با مواد شیمیایی. به نظر بچه‌ها این نیم نمره‌ای بود، اینا 25 صدمه. پس از چه دیسکی استفاده کنیم؟ صرفا همون که فقط داره یک جایگاه تشخیص باشد 25 صدم ما بود. 21 75 صدمیه. چگونه میتونم فعالیت ضد ویروس اینترفرون ساخته شده به کمک مهندسی پروتئین به اندازه پروتئین طبیعی افزایش داد؟ بعد 3 تا چیز حداقل بنویسم. مینویسیم وای اینا خیلی سختن، یعنی 3 تا کلید داره این که 3 تا 25 صدمی ان. مینویسیم با تغییر جزئی مثلا پروتئین قرار دادن یک آمینو اسید به جای آمینو اسید دیگر، طوری آن را تغییر میدهیم که ساختار و شکلش تغییر کند، پایداری اش بیشتر و به اندازه پروتئین طبیعی کار انجام بده. فکر کنم 3 تا رو پیدا کردم. نگاه کن. تغییر جزئی میدهیم، یک آمینو اسید جای آمینو اسید دیگر قرار میدهیم، تغییر ساختار میدهیم و فعالیت تغییر میکند، به اندازه پروتئین طبیعی کار انجام میدهد، بیشتر از اون پایدار است. 3 تا رو گفتم دیگه. میگیرم ان شاءالله، فکر کنم بگیرم. آره دیگه بیشتر از این خب بلد نیستم. 75 صدم اوکی. تا جایی که تونستم اون 3 تا چیزی که مد نظرش. رسیدیم فصل آخر. خب میگه که 75 صدمیه، 25 صدمی باید جواب بدی. شقایق دریایی با حرکات مداوم آب بازوی خود را منقبض نمی کند. آها این شد خوگیری یا عادی شدن. یکی مشابه این داشتیم میگفت شقایق دریایی با انقباض مثلا فلان بازوی خود رو منقبض می کند، اون میشد چیز نمیشه، خوگیری نمیشه، اون میشد چی؟ اون میشد رفتار غریزی. این که میگه نمی کند و پاسخ نمیدهد میشه خوگیری. کلاغ هر بار بخشی از نخ را با منقار خود بالا میکشد، اون که معلومه دیگه میشه رفتار حل مسئله. یه بار بهتون گفتم اینا رو یه لیست براتون درست کردیم، گفتیم اینا رو حفظ بکنید. برای که مادر خود رو از دست دادنم که به راحتی نقش پذیریه دیگه، اینو یه بارم با هم بحث کرده بودیم دیگه، اصلا تکراری بود سوال. در ارتباط وایسید 1.5 نمره 3 تا نیم نمره. خب بدبخت شدیم. سوال 23 بریم ببینیم چجوری میشه دیگه. البته 4 مورده میشه، میفهمیم. رفتار قمری خانگی در زادآوری به کدام شکل از نظام جفتگیری تک همسری؟ قمری خانگی تک همسری نشون میده. پستانداران اغلب چند همسری ان، طاووس هم چند همسری بود. این تک همسری، این 25 صدم. خب
دو مورد آخجون نیم نمره‌ای از فواید قلمرو خواهی رو بنویسید. زیاد داریم. مثلا امکان جفتیابی رو بیشتر میکرد، دسترسی به پناهگاه ها رو بیشتر میکرد، میتونست در امان بمانه، استفاده اختصاصی از منابع قلمرو از جمله من 4 تا گفتم، 2 تاش هم میگفتم کافی بود. اینم نیم نمره شد 75 صدم. جانورانی که در جایی به شدت گرم مانند بیابان زندگی می‌کنند در پاسخ به نبود غذای دور خشکسالی چه رفتاری رو انجام میدن؟ رکود تابستانی. این شد 1 نمره. خب پس قطعا دال بعد نیم نمره‌ای باشه. در زندگی گروهی برقراری ارتباط زنبوری آبادانه چه مزیتی دارد؟ اوکی. میتونه اطلاعات کافی از منابع غذایی رو حدودی بدهد، با صرف انرژی کمتر، زمان کوتاه‌تر و جهتگیری مناسب محل حدودی در واقع منابع غذایی رو پیدا بکنند و با استفاده از بویایی و بیناییش محل دقیق رو پیدا بکنند. واقعا فکر کنم 2 تا 25 صدم از اینا پیدا کنم. به نظرم چیاست این محل تقریبی رو با استفاده از چیز پیدا کنی، زمانی کوتاه‌تر و انرژی کمتر و با استفاده از بویایی یا بینایی محل دقیقش پیدا کنی. اینا رو هر کدوم بنویسی یه 25 صدم بهت میدن دیگه. 2 تا 25 صدم از اینجا می‌خواستیم تا این نیم نمره رو بگیریم. فکر کنم بشم 20. نمیدونم. با فرض اینکه اونی که قرار شد شما یه چک بکنید و به من بگید کالوین رو، انشالله که ما هم مثل بچه‌ها 20 شده باشیم. البته با توجه که بچه‌ها 20 زیادی داشتیم تو 1000 در واقع 401 خرداد، منم فکر کنم 20 بشم. یعنی اونم احتمال همون بازسازی برگرداندن سعودو به چرخه کرد رو مخ من. حالا من الانم کلیشو چک میکنم، یادم نیست، خیلی وقت پیش حل کردم دیگه. انشالله که درست باشه. خب من بعید بدونم اصلا آزمون نهایی شما به این سادگی باشه، چون قراره بالاخره 50% از ورود شما به دانشگاه احتمالاً مشابه دیه در واقع 1402 بعد آزمون بیاد. اینجوری خیلی آسون میشه، همه 20 میشن، بعد چالش میخوره، میگه همه 50% رو گرفتن. همچین کاری نمیکنن. شاید منطقی باشه اما این دیگه واقعا غیر منطقی بود، خیلی دیگه زیادی آسون بود. خب ولی بازم بالاخره سبکش خوب بود دیگه، یعنی یه ذره سبک شناسی کردیم، دستمون اومد که چه خبره و چه جوریه. بریم شهریورش رو حل کنیم، ان که اون بهتر از این باشه. برید ببینم چه میکنید. فعلا